سلام دوستان، به ویدیو جدید خیلی خوش اومدید. امروز میریم با هم دیگه آفر رو خالی کنیم. و بله دوستان، از اونجایی که من خیلی بی صبرم آفر رو زدم، 2-3 تا وسیله گرفتم، بعد یهو گفتم چرا ویدیو آفر نگیرم. رفتم یه مقدار جم زدم و کش کردم. بعد دوستان خواستید جمم میفروشم، خودم شاپ جمم میتونیم افتتاح کنیم بزنیم. بلدم جم بزنم با کمترین قیمت دیگه. حالا انشالله کارمون میگیره. میخوام کل آفر رو خالی کنم. از اونجایی که 3 تای وایت مثلا چقدر میخواد؟ درد 6-7 کجه من چقدر برم خرج کنم؟ دیگه واقعا زیاده 6-7. از اونجایی که کارت اینکوباتور راستی اگه یادتون باشه من یه سری 80 تا کارت اینکوباتور گرفتم تو آفر قبلی و قرار بود نگه دارم برای اینکوباتور. رفتم تا اینکه اینکوباتور اومد تا 5 روز ویدیوشو گرفتم، ولی متاسفانه تو 80 تا کارت اینکوباتور به من فقط چند تا بدید؟ یه دونه بدی، 2 تا بدی؟ واقعا زشته، واقعا خیلی اینکوباتور بدیه. ولی حالا میتونیم بگیریم، امروز یه دونه رو میگیریم با این کارتا. تا چند وقت دیگه MP40 هم میخوام بگیرم، گان لولیو. من MP40 رو خیلی اوکی هم باش. مثلا من زیاد با MP40 پلی نمیدم، ولی تو گان لولیامون باید یه 2 تا نزدیک زن داشته باشیم. MP40 رو نمیگیرم، واقعا نمیگیرم چون حیفه. حیف که مثلا ست فقط 2 تا آورده بود تو آفر. معمولا تو آفر تو 3-4 تا باید ست بیاری، ما هم بگیریم، ما هم لذتشو ببریم، نه که فقط 2 تا ست خود آفر و یه دونه ماشین. نمیدونم واقعا ستای وایتو بگیرم 2 دلم، ولی درخواستاتون خیلی زیاد بود. حالا ببینم کامنت های این ویدیو چی میشه، ولی خدای 6-7 خیلی زیاده. نمیدونم واقعا 2 دل شدم. خب آفر رو خالی نکردیم، نه متاسفانه. ما هنوز 40 تا چی رو نگرفتیم، باکس چی؟ و بله اینم از 40 تا کارت. ما خریدی نداریم، ولی حالا باز باید ببینیم.
حاجی درصد اوفرمون هر بار که مثلا اوفر خالی میشه از اول میزنیم 76 میخوره. این چه مدل باگیه دیگه؟ بله حاجی اونجا تو اون چیز 9 تایی زده بودم بهم داد همون چاقو هویجیه. نمیده اینکوباترش خیلی شانسش گوهیه، خیلی بد شانسه واقعا میگم. نگاه کن چه شانسیه. رید نه من الان اینو نمیخوام. تامسون واسش سنگ لازم دارم. سنگ بده. اگه قرار تامسون رو بدی سنگم باید بدی. من نمیدونم. خیلی شانس اینکوباترش بده، خیلی بده. حالا معمولا اینکوباترهای قدیمی قبلا مثلا اینکوباتر اومد تو هر 10 تا مثلا نسبی میزدی 1-2 تا چیزو میداد، ولی ما 80 تا زدیم فقط 2 تا سنگ داد، 3 تا سنگ داد. عالی و گرفتیمش. تمام. خدا رو شکر حداقل ستاره که دوست داشتیم گرفتیم. ولی حاجی نمیدونم چرا من حس میکنم تو این اینکوباتره این سته نبود، سته قدیمیه نبود که چی اینکوباتره بگم تو اینکوباتره اون سته نبود، پیش بود، ست نبود. نمیدونم واقعا درست یادم نی، خیلی وقت تو اینکوباتر نیومدم. سنگم گرفتیم و اوکیه دیگه، تو سته رو کامل گرفتیم با خیال راحت. ولی نه اینطوری حال نمیده. 40 تا رفتم کارت گرفتم، 45 تا فقط یه دونه سنگ داد و یه دونه تامسون و یه دونه کارت این. امیدوارم با این یکی که دارم ستای وایتو بگیریم، حداقل زردش قرمزش ما گناه داریم، ما خیلی بد شانسیم. ولی نه خدایی یه شانس کوچولو هم اونجا داشتم. اونجا رفتم چیکار کردم؟ آره یه دونه 12 تویی زدم دیدم سنگه رو داد. البته عادیه سنگه رو باید میداد، یکی اول همیشه همینطوریه. فشار نیست، خوشحالی به سنگ دومم گرفتیم به نازم. من حرف نمیزنم، خیلی بد شانسه. فشار دارم میخورم، فشار. البته با یکی حق داره هیچی نده، ولی حداقل سنگ سومو بده دیگه. مرد نکن، مردی بازی چیه دیگه. اینم از آخرین اسپینمون و رید تمام شد. هی روزگار. بابا خب یه دونه اون طرف، یه دونه میتونستیم اون تفنگه رو بگیریم. ای خدا خیلی بد شانسیم، یا نمیدونم یا خوششانسیم یا خیلی بد شانسیم. خوششانس که نیستیم 100%. با 1-2 تا سنگ عادیه.
بله 3 تا ست به چیزمون اضافه شد و مونده 100 تا 105 تا باکس گان لولی. باکس های گان لولی و 6 تایی باز کنین، شانسش خیلی خوب بود. 26 تا خیلی بد. نگاه 23 تا 34 تا دیدین شانسش خوبه. 6 تایی باز کنین، 6 تایی 35 تا به به. نگاه ما قبل 287 تا باکس کارت گان داشتیم، الان حالا شده 405 تا، ولی میگیریم، میتونیم لول اصلا ببریم بالا تا دلت بخواد، ولی نمیبرم، میذارم برای این MP40 که مثلا گرفتم میبرمش تا لول 4 یا 5، خدا کنه تا 5 هم بکشه. آجی مریضی اومده، مریض شدم، اگه میبینین صدام خیلی نمیدونم ضعیفه یا گرفته، مریضم. ای خدا مریض شدیم رفتیم دقیقا سر شروع مدارس. شانسش خوبه، بدک نیست. زیر 30 تا میده خیلی بدم میاد، خیلی بدم میاد. حاجی ایکیو میتونیم 6ش کنیم، کلوفت میشه، خیلی کلوفت میشه، ولی نمیدونم دو دلم بذارم به MP40 نذارم. حاجی میتونیم دوتا رو میتونیم مثلا هر 3 تا مثلا گانامون رو ببریم لول 5، ولی نمیخوام. MP40 رو نگاه تو چقدر کلوفتش میتونیم بکنیم. بله نگاه شیشش نگاه چقدر کلوفت میشه، ولی نه نمیدونم خدایی. حاجی نه دیگه ایکی 6 میکنیم تا بره. ایکی یه چیز خیلی قدیمیه، اولین گان لولی بازی فری فایره. 6ش میکنیم حداقل کلوفت چه داشته باشیمش تا دنسش هم بگیریم تا چند ماه دیگه. نگاه تو چقدر کلوف شدی خوشگل، وای وجی چقدر قشنگه. نمیده این سایت شانس نداره، اون شانس داشت. بفرم آجی راستی دلول قدیمیه رو دیدین؟ این چقدر خوب، مثلا این دلول به این قشنگی شما بیاین آخه اینجا بدینش. ما ماشالله خب مثل بقیه پول نداریم 100,000 تا 200,000 تا 500,000 تا، ما داریم 16,000 تا میزنیم و حداقل یه 5% گیرمون میاد، ولی نه خیلی بد شانس. خب بابا 24 ساعته خیلی کمه، حداقل 10 روزه می آوردی، 5 روزه می آوردی، 7 روزه می آوردی، چه خبره 24 ساعت. پولمون هم تموم شد و بله تا یه ویدیوی دیگه فعلا خدا حافظ.